سلام دوستان، بذار خیلی خوش اومدیم به شورت ویدیو جدید من. بچه امروز اومدیم بهتون یاد بدم که چجوری صدای کیل قدیمی رو بهتون آموزش بدم با صدای مرد. خب اول وارد ترجماتتون میشید، بعدش میاین داخل بخش ساند. برای من سومه چون گذاشتم پرتغالی، بعدم بزنید رو پرتغالی تا کار کنه. این پایین نوشته اینو میزنید، این پایین، چون من پرتغال بلد نیستم، اصلا هیچ بلد نیست دیگه. میزنید با این صدای این از زن به مرد تبدیلش میکنه. بعد سیو میزنید، اینجا براتون نوشته سیو. بعد یکم میاین بالاتر، یکم میاین اینجا و اینو میذارید روی پرتغالی. اینو از انگلیسی میزنید رو پرتغالی. بعدش براتون صدای کیل براتون میاد. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.